علی هم همیشه گفته حسبنا کتاب الله. حالا من یه چیز می‌خواستم بدم امکان داره در مورد این برادرمون که میگه که روایات ما اهل ببینید اینجا حر عاملی چی میگه؟ میگه بابا اگر این اصطلاح اهل سنت ما به کار ببریم باید تمام علمای محققمون و طایفه محقق در زمان ائمه همه را بدیم کنار و اونا که در زمان غیبت بودن. در این صورت ما هیچی نداریم دیگه. خب این نقل میکنه اینجا این حاشیه این حر عاملی جلد 20 صفحه 101 13 14 هم میاره میگه که با این قراری که شما گذاشتید برای این فرمونی به قول خودتون دست فرمونی جلو، میگه همه اکثر احادیثی که نقل شده از اصولی که مجمع علیه هاست اتفاق شده بر اون که حتی اون اصولیاتون قبول دارن، میگه که بعد همه رو ضعیف بدونیم. بعد میگه که جالب است، میگه که در غیر این صورت ما یک حدیث صحیح هم نخواهیم داشت، بل یستلزم ضعف الاحادیث کلها عند التحقیق. میگه اگه ما بخوایم این به حساب قاعده این اصول و این قواعد حدیث شناسی را عملیش کنیم هیچ حدیث صحیح نخواهیم داشت. میگه زیرا صحیح در نزد علمای اصولیتون چیه که ما رواه العدل الامامی الضابط فی جمیع طبقات، عدل امامی که حافظ باشه در همه طبقات باشه. میگه که بر عدالت احدی از روات توثیق نکنه مگر خیلی کم. گفتن توثیق بله، اما توثیق مستلزم عدالت نیست. تمام شد. بفرمایید. بله. من تماس بعدی رو از طریق اینستاگرام میگیرم.